نبی یضحکون، تو دوره حیات پیغمبر خدا در زنده بودی، تو صحابه های پیغمبر خدا را با چشم سر دیدگی بودی، آیا همین صحابه ها خنده میکردن یا نه؟ ابن عمر چی گفتن؟ یضحکون والایمان فی قلوبهم اعظم من الجبل. گفت عبدالله گفت در اصل صحابه های پیغمبر میخندیدن، لکن چنان میخندیدن که ایمان در دل ایشان، ایمان در دل اون صحابه های پیغمبر مثل کوهواری بزرگ بود. یعنی ایمان در وجود ایشان دور میزد، ایمان های اونها مثل کوه ها مستحکم بودند، خنده غافلانه نداشتند، تبسم میکردند، میخندیدند، لکن بی پروایانه نمیخندیدند. امروز ما و شما میخندیم، امروز ما و شما ساعتها اگر خنده کنیم، شاید که در اون ساعتهای خنده ما و شما بار هم یاد قبر، بار هم وقتی جان کندن انسان و قیامت در پیش چشم ما و شما دور نزند. رسول اکرم میگد مر بشاب و هو یضحک، روز میگد به نزد یک جوان میگذشت که اون جوان خنده میکرد. رسول الله چی گفتند؟ هل جزت علی الصراط؟ جوان گفتند آیا تو پول صراط را گذشتی؟ قال لا یا رسول الله، نه. گفت پیغمبر خدا من پول صراط نگذشتم. هل تبین لك انك تسیر الى الجنه؟ ای جوان گفت آیا بر تو یگان کاغذ است، یگان معلومات آمد که تو داخل جنت میشه بعد مرگ؟ قال لا یا رسول الله، نه. گفت من درک ندارم بعد مردن جنت میرم یا جای دیگر میرم، درک ندارم. ففیم ضحک؟ پیغمبر گفتن پس خنده تو برای چی هست؟ چرا خنده میکنی؟ مادام پول صراط نگذشتی، مادام که وارد جنت نشدی، دنیا جای خنده است. ناگذشته از صراط آخرت شادی مکن. خدا رحمت کند جنونی را. ناگذشته از صراط آخرت شادی مکن، کاری دشوار است با دو دیده نمناک رو. کس نمیداند که وقتی جان سپاری حال چیست، کس نمیداند که وقتی جان سپاری حال چیست. خون دل با غصه مردن خورو غمناک رو. حضرت چی میگه داخل ما و شما؟ خنده را در صورتی کن که پول صراط میگذری، خنده را در صورتی کن که وارد جنت هستی. این حالت خنده برای ما و شما ارزنده است. کل عین باکیه یوم القیامه. پیغمبر خدا میگوید همه چشم در روز قیامت آبهایشان میریزد، الا ثلاثا، مگر سه چشم گریه نمیکند. مگر سه چشم در روز قیامت بجای آب در داخل اینها چی است؟ خنده است. در داخل این روشنی است. در داخل این چشم ها مژده نجات است. کدام چشم هاست؟ عین بکت من خشیت الله. یکم چشمی که در روز قیامت گریه نیست، چشمی هست که از ترس خدا گریه میکند. و عین غضت عن محارم الله. دویم چشمی که روز قیامت گریه ندارد، چشمی هست که به سوی حرام کرده های خدا نظر نمیکند. آن چیزی که حرام کرده خداست، حضرت وقتی که نظر میکند در حال در دلش نفرت پیدا میشود که این اشیا حرام کرده خداست. چشم من باید به سوی این نگران نباشد. اگر همچنان چشم داشته باشد، روز قیامت نجات یافتگی است. اصلا اون چشمی که در اون نجات است چی است؟ عین سهرت فی سبیل الله. پیغمبر خدا گفت چشمی که در پاسبانی راه خدا میگذرد، چشمی که تا سحر از شب که می نشیند تا به سحر در عبادت خدا بیدار است، چشمی که اگر در جهاد باشد تا به روز پاسبانی میکند. این چشم ها چی هستند؟ در روز قیامت گریان نیستند. این چشم ها دیگر عذاب کرده نمی شوند. خوش به حالی و برادرایی که
البته همچنان چشم‌های دارند که از ترس خدا یا حرام کرده های خدا را میبینند رو میگردانند، یا اینکه در راه خدا شبان روزن این چشم‌ها چه از پاسبان است و بیدار است. اگر هر یک مصرع شعری جنونی را برای شما تحلیل کنین، باور کنین هر یک جمعه ما و شما کمی میکنند، زیرا در هر یک مصرع شعری حضرت چندین آیت ها، چندین حدیث ها خفته هست. از این خاطر موعظه ما و شما، البته سوال جواب هایی که بیشمار اینجا آمده است و شما جواب میگیم، موعظه ای که جمعه پیشین داشتیم در باب زنا بود. از باب زنا میخوام یک 10 یا 15 دقیقه با شما یک صحبتی میکنم. انشاءالله بعداً نیم ساعت دیگر را بحر سوال جواب حواله میکنیم. رسول اکرم میگوید اتقوا الزنا فإن فیه 6 خصال. ای امت مسلمان، از زنا پرهیز کنید، زیرا که در زنا 6 خصلت است. 3 فی الدنیا و 3 فی الاخره. این 6 خصلتی بعد این وعیدهای سخت 3 تاش در دنیا میبینین و 3 تا دیگرش در آخرت میچشین. و اما التی فی الدنیا، آن 3 چیزی که از حساب زنا بر ما و شما میرسد، رسول الله چی گفتن؟ اول فذهاب بهاء الوجه. یکم پیغمبر خدا گفتن اون چهره نورانی که در روی امت من است، وقتی که امت من به زنا اگر داده شد، این چهره نورانی از روی او کشیده می شود. در چهره انسان زناکار دیگر نور اسلام باقی نمی ماند. هیچگاه در چهره انسان زناکار از نور اسلامی چیزی باقی نمی ماند. دویم رسول الله چی گفتند؟ دویم معامله بدی که خداوند در دنیا بر او میکند و قصر العمر، خداوند عمر او را کوتاه میسازد. هر کسی که در دنیا زنا میکند خدا عمرش کوتاه بسازد و پیغمبر خدا هم گفتند عمرش کوتاه است. و سوم و دوام الفقر. رسول الله گفتند سیوم چیزی که بر زناکار میرسد، این اصلا دسترخوان اون نان نمیبیند. اگر چند دولت دارد، دولتی او تیز است که خراب میشود. اگرچه با تمام شرایط ها آماده کرده شده هم که باشد، خداوند البته قادر است که همه نعمت از این زناکارش بردارد. زیرا این زناکار بے انصاف است، زیرا این زناکار تجاوز در امر خدا کردگی است، با خدا جنجال کرده است، با خدا مبارزه برده است. البته خدای نعمت از او می بردارد. و اما التی فی الاخره، 3 عملی که خداوند در آخرت با زناکارا میکند، این چی است؟ اول فسخط الله تعالی. یکم غضب خدا بر بالای این بنده در روز قیامت است. و سوء الحساب، سخترین حساب خدا بالای زناکار میگیرد. و عذاب النار. و بعد اینها معامله کردنش خداوند چیکارش میکند؟ خداوند البته وارد دوزخش میسازد. البته این مکافات شخصی هست که در دنیا زنا میکند. شمس الدین ذهبی میگوید در کتابش مکتوبا فی زبور، در کتاب زبور میگد کتابت کرده شده بود این الزنات معلقون بفروجهم فی النار. حضرت میگوید همین زناکارایی که در دنیا زنا میکنند، اینها را خداوند در دوزخش از همین فرجهایی که اینها زنا کردن، از همین موضعشان اینها را کشال میسازد. خب بعدن چیکار میکند؟ یضربون بالسیاط من حدید. اینها را میگد از همین فرجهاشون کشال میسازد و با تیاقهای آهنین همان ملائکه های دوزخ اینها را میزنند. فاذا استغاث، وقتی که من الضرب، وقتی که میگد میزنن این زناکار طلب یاردم میکند، این ملائکه
مرا آزار بسیار نده، وجود من در من شد. این ملائکه دوزخ بر این زناکار چی میگفته است؟ میگفته است نادته زبانیه. همین ملائکه دوزخ میگفته است این کان هذا الصوت و انت تضحك و تفرح و تمرح ولا تستحی منه. این ملائکه دوزخ میگفته است این طلب یاردمی که الحال تو از من میکنی، آیا نمیشد که همین طلب یاردم در دنیا میکردی؟ در حالتی که تو زنا میکردی میخندیدی، زنا میکردی راحت میکردی، زنا میکردی معیشت میکردی. ولا تستحی منه، از خدایی که تو را خلق کرد تو از او شرم نکردی، امروز تو با از من یاردم طلب میکنی. اینجا جای یاردم نیست دیگه. حضرت موسی گفتن الهی ما لمن زنا، پروردگارا کسی که در دنیا زناکار است او را چی جزا میتی؟ قال الله تعالی البسه درعا من النار لو وزع على جبل شاهق لاصبح رمادا. پیغمبر خدا چی گفتن؟ حضرت موسی گفتن خداوند جواب گفت که من بر زناکار چگونه معامله میکنم؟ یک درعش میپوشانم. درع گفته لباس همون دوزخی‌ها را میگن از آهن است، چنان تفسان است که میپوشانمش. اگر همون لباس دوزخی را در بالای کوه از کوههای بلند دنیا اگر بگذارین لاصبح رمادا، قسم به عظمتی خدا که کوه را خاکستر میگرداند. همون لباس زناکار است. لکن از همه دا زنای وزنین ترین پیغمبر خدا با کی گفتن؟ اعظم زنا بالام والاخت و بالمحارم. در باب زنا صحبت ها زیاد است. انشاءالله ما در باب هر یک جمعه من شاید که حدیث های از این تکرار میکنیم. رسول الله گفتن بزرگترین زنا زنای با مادر است و زنای با خواهر و اپه است و زنا با زنی هست که برای تو نکاح و حرام است. این از همه دا وزنین ترین زنا در نزد خدا به حساب می رود. حتی حاکم می گوید و صحح فی حاکم و صحح الحاکم، در صحیح خود حاکم چی می گوید؟ من وقع علی ذات محرم فاقتلوه. حضرت گفتن اگر کدام انسانی که اگر با خواهر و اپه و آچه خود وقت زنا کرد با جز کشتن دیگر او را باید یگان راه نداشته باشد، فقط او انسان قتل کردن در کار. امروز در همین زمان ما و شما شنیدیم، با مادرم شنیدیم، با خواهرم شنیدیم، با اپه هم شنیدیم. برای چی؟ برای که ما و شما پیروی سنت پیغمبر خدا نشدیم. برای که ما و شما آن چیزی که پیغمبر خدا به ما و شما سفارش میدهد، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی ایمانی به خدا دارد، ایمانی به روز قیامت دارد، فلا یخلون بامرأة لیس معها محرم الا ثالثهما الشیطان. ببین پیغمبر خدا میگه هیچگاه با زنی که همراه خود یگان محرمش نباشد شما تنها نشینید، زیرا این که سیوم شما شیطان می شود. شما حتی به خواهر خود، به ینگه خود، به خاله و عمه خود که اینا برای شما گرفتنشون حرام است، تنها نشستن شما را پیغمبر خدا اجازت نمیده، زیرا میگه سیوم شما شیطان است، شما را وسواس میکنه. برای چی ما و شما را اسلام امروز رخصت نمیتد؟ فرزندهایی که الک به سین 7 میرسند جاگه های اونا را از خانه جدا کنید، جاگه پدر و مادر جدا باشد، جاگه فرزندها جدا باشند. همه برای همین است. امروز چی یک بیناموسی در ما و شما پیدا شده است؟ در خانه ما و شما وقتی یک رفیق ما و شما، یک همسایه ما و شما میآید، خدمت دسترخوان ما و شما را زن ما و شما میکند. این در کجاست آخه؟ همین ناموس است. دختری تو، خواهری تو، زنی تو نخواد در رفیق تو بیاد دسترخوان پرتاید.
آخه اگر سختم نرسد دستت نمیشکند، مهمان توست. حضرت عمر در خانه نمی نشست، مهمان که می آمد نزد دروازه راست می ایستاد، میگو شرم میدارم که نزد مهمان نشینم در حالتی که ملائکه ها راست ایستادگی هستند. ما و شما می نشیم بعد فرمان میتیم. کاش که او زنی تو با یک لباسی خوب داشته باشد، کشال می شود تمام وجودش می تابد. این مسئله را شما دقت بتین، نگذارین. ام سلمه زن پیغمبر خدا بودن. حدیث روایت میکنن که من همراه میمونه بودم، میگد زن دیگری پیغمبر خدا. بناگاه میگد در ما تق تق شد، نگاه کردیم ام مکتوم داخل شد. رسول اکرم میگه در حال بر من گفت ام سلمه و میمونه از جا خیزین، حجاب کنین، روی مالها را بالای سر پرتاین، پیشای برا محکم کنین. میگه ام سلمه میگه گفتم الیس هو اعمى؟ پیغمبر خدا ام مکتوم نابینا هست، چشمهاش نمیبیند. برای انسان نابینا حجاب کردن ما چی لازم است؟ وای ما را نشناسد، وای ما را نبیند. متن حدیث ما بر شما گفتم. حضرت میگد گفتن ای ام سلمه در اصل ام مکتوم نابینا هست، شما را نمیشناسد، لکن شما نابینا هستین، لکن شما ام مکتوم نمیشناسین. یعنی شما بینا هستین، شما میشناسین. نابسته وای بینا هست، نابینا هست. شما چیکار کنین؟ شما سطر اسلامی را نزد او کس رعایت کنین. برای آدم نابینا رسول اکرم زنهای خود امر به حجاب کردن. امروز آدم بینا میدراید، باز این آدمایی که بعضی هایش که مثال در بعضی خانه مهمان میشود، خدا داناست که مثال وجود او چگونه است. از این خاطر در این مسئله سخت با دقت باشین. اگر ما و شما نخواهیم که در بزرگترین زنا یا در پسترین زنا مبتلا شیم، این چیزهایی که از پیغمبر خدا بر شما گفتم رعایت کنیم، انشاءالله ما و شما فردا در زیر بیرق زناکارها سر نمی برداریم. شرمنده باد همون فرزند، همون جوان، همون مسلمانی که فردای قیامت در زیر بیرق زناکارها سر می بردارد. به خدا قسم عمر شما بسیار کوتاه است، شما شرمنده میشین. شما به همین یک چهره خجالتی خودتان، با چشمهای همین شکسته خودتان به طرف رسول اکرم نظر کردن نمیتونین. حرام با چهره شما به سوی پیغمبر. پیغمبر نظر رحمت هم به سوی شما نمیکند. پیغمبر کسی را شفاعتگر است که در جاده شرع پیغمبر است. پیغمبر هم کسی را شفاعت میکند که طبق حدیث پیغمبر خدا رفتار میکند. شما نماز میخوانین، زنا را میکنین، نماز میخوانین، عرقخوری میکنین، نماز میخوانین، تویهای فساد میکنین، پس فردا باز طلب شفاعت کردن این خودش عیب است. در یک انسان خیانت کو، پس آن برای یاردم طلب کن، این چی معنی دارد؟ سوره مؤمنون اگر تفسیر قرطبی را تماشا کنین، الزانی لا ینکح الا زانیه، همین سوره مؤمنون است، آیت 14 است. والله اعلم. همین آیت تفسیر قرطبی را حضرت چی میگه؟ میگه من زنا، کدام مردی که اگر زنا کرد، فسخ نکاحه بینه و بین زوجتی، نکاحش بین خودش بین زنش بریده می شود. کدام مردی که اگر در تفسیر قرطبی، در تفسیر همین آیتی که الزانیه لا ینکح الا زانیه، در تفسیر همین در تفسیر قرطبی میگد که اگر کدام بچه‌ای که یا کدام زنی که اگر در زنا مبتلا شد، در حال نکاح او بریده می شود. هر فرزندی که از اینا میاد همش حرامی هستند. اختیارتون کدام راهش که انتخاب میکنین. آن چیزی که بر من مسئولیت بود در همین 2 جمعه به شما اشما رسانیدم. انشاءالله باوری دارم که فردا من در پیشگاه خدا جوابگر نیستم. در همین قومی که البته گوش کردن و شنیدن. السلام علیکم حاجی میرزا مراد. از شما خواهش یک مسئله را دارم. خداوند شما را نگه دارد. من از یک نفر
$2000 گرفتند. اول به نیت مضاربه از بین 2 ماه گذشت. یک باره گفت اگر این ماه $300 ندهی ماشین تا میگیرم. با یاردم بعضی شخص ها من چیکار کنم؟ وای نیز نمازخوان است. یک برادر $2000 از کسی گرفته است، با نیت مضاربه گرفتند. مضاربه همین است که در اسلام ما و شما حلال است فایده 2 تقسیم. اگر از همین $2000 $1000 همین مردک بیابد، باید طبق اسلام $500 خودش بگیرد. $500 باید که آدمی مثال پولدار میگیرد، $500 آدمی که عمل کننده بود. $500 باید تقسیم که فایده 2 تقسیم است. لیکن وقتی که اگر مثل امروزه ما و شما اگر نرخ بگذاریم $2000 میتم، $100 بر من میتی، نابسته تو فایده میبینی نمیبینی برای من فرق ندارد. $100 میاری، این از خوب ده حرام است. رسول اکرم میگوید 4 حق علی الله ان لا يدخلهم الجنه ولا يذيقهم نعیمها. 4 طایفه هست. این حدیث پیغمبر خداست، حدیث های صحیح است. ما یگان حدیث ضعیف، یگان حدیث من الخمر، کسی که عرق نوش است، کسی که اگرچه در 2 سال 1 بار عرق بنوشد این وارد جنت نمی شود. دوم آکل ربا، کسی در دنیا ربا میخورد، همین پراتین میخورد. و آکل مال الیتیم، کسی که در دنیا مال یتیم میخورد. حالی بسیار است بچه هایی که از دنیا میگذرند، زناشان 3-4 کودک قطعی میمانند، بعد چیکارشان میکنن؟ بعد در حال پیششان میکنن خانه پدر و مادرشان دیگر نه حق برای او است. اگر هم بچه خانه و درم داشته باشد، بیچاره مرده این مال دنیا که اولاد اجداد چکشتگی است، همون مال اجداد همه مالا را به خودش میگیرد. این کلن قطعی کودکا بعد په خانه پدرش روان میکنن. این حق یتیم نیست؟ او بیچاره مهنت کرد برای زن فرزند خودش، ترا پدر مادر همچه پدر مادر حق در گردنش بود سیرت میکرد، لیکن این خانه و این مال و ملکی او به تو نمیرسد، یک حصه به تو میرسد، اکثرش به زن فرزندش میرسد. او را کجا از خانه بیرون کردی؟ امروز چند کس آمد ما شکایت کرد که دختر ما از خانه پیش کردن، شوهرش وفات کرده است، 2 خانه داره، 1 خانهش نمیتنش. این خوردن مال یتیم است، ان شاء الله تو دوزخ میره. رسول الله در دوام حدیث میگویند کسی که در دنیا ربا میخورد یبعث یوم القیامت مجنونا، از قبر میخیزد در حالتی که دیوانه هست. از این خاطر برادری نیستید. وقتی مضاربه کردین شرط و شرایط گذاشتین، همان مضاربه رفتن بگیرید. با چی است که یک کسی دیگر من میارم ماشینی ترا میگیرد، او کسی دیگر ملائکه است، او کسی دیگر قد خدا زور است. این ظالمی تا بکی ما و شما ظالمی میکنیم، این ظلم است آخر.